کیست که با آوازه به گوش ما رسیده باور کرده باشد و کیست که بازوی خداوند بر وی ظاهر گردیده باشد؟ او مثل نوده به حضور خداوند رویده است و مثل ریشه از زمین خشک. او را نه سیمای بود نه جمال تا هوس کنیم که به او نظر اندازیم و نه نموده بود تا مشتاق دیدارش گردیم. او منفور بود و رد مردم، دردمند و رنجور و مثل کسی که از وی روی می گردانند. او منفور بود و ما او را پسند نمی کردیم، اما او بیماری های ما را به سر می برد و به دردهای ما مبتلا بود، ولیکن ما گمان بردیم که او را خدا زده و مصیبت و اذیت ها گرفتار کرده است. و حال آنکه او از جنایت های ما مجروح و از گناه های ما افسرده خاطر شده است، سزای آسایشتگی ما بر اوست و به واسطه جراحت های او ما شفا یافتیم. اما همان مثل گوسفندان گمراه بودیم، هر یک برای خود می رفتیم و خداوند گناه همه ما را به گردن او ماند. او ستم کشید ولی گردن فراورد و دهان خود را باز نکرد. مثل گوسفندی که برای ذبح برده می شود و مثل بره که نزد پشم تراشانش بی زبان است، او همچنان دهان خود را باز نکرد. او از بند و از داوری گرفته شد و کیست که با نسل او مصاحبه نماید؟ زیرا که او از زمین زنده ها قطع کرده شد، برای گناه های قوم من به او آسیب رسید. او از بند و از داوری گرفته شد و کیست که با نسل او مصاحبه نماید؟ زیرا که او از زمین زنده ها قطع کرده شد، برای گناه های قوم من به او آسیب رسید و قبر او را با شریران تعیین کردند. ولی بعد از مردنش با ثروتدار گورانیدند، گرچنده که او گناه نکرده است و در زبانش مکر نبود. ولیکن خواست خداوند این بود که او را ضربه زده به دردها گرفتار کند. وقتی که او جان خود را کفارت نماید، نسل دیده عمرش دراز خواهد شد و خواست خداوند در دست او میسر خواهد گردید. او از زحمت جان خود ثمر دیده قانع خواهد شد. بنده عادل من با دانش خود مردم بسیاری را سفید خواهد کرد و گناه های آنها را بر دوش خود خواهد برداشت. بنابراین من به او در میان بزرگان حصه خواهم داد و او غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد، در عوض آن که جان خود را به مرگ تسلیم نمود و از جنایتکاران شمرده شد و گناه مردم بسیاری را بر خود بار کرد و برای جنایتکاران شفاعت نمود.